آهنگ جدی ایدی مهراج وفا با ستاره هاشمی عشقش. مهراج وفا در کدام کشور زندگی می کند و رازهای عاشقی ستاره هاشمی با مهراج وفا برملا شد. ستاره هاشمی در کدام کشور زندگی می کند و مصروف چی کار باری است؟ آیا به واقعیت ستاره هاشمی با مهراج وفا نامزد شده است یا خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. ستاره هاشمی یکی از هنرمندان خوب کشور که وی هنر آوازخوانی را دیر نمی شود آغاز کرده است. ستاره هاشمی به علم و هنر موسیقی بعد از آن که در تیک تاک آهنگ‌های احمد ظاهر را می سرود آغاز کرد. ستاره اکنون آهنگ‌های دوگانه با مهراج وفا سروده است و آهنگ‌های تکی ستاره هاشمی هم در میان مردم افغانستان گل کرد. ستاره هاشمی بزرگ شده کشور کانادا می باشد. شایعات در صفحات مجازی دست به دست می شد که ستاره هاشمی امان صنم سعیدی اشتراک کننده ستاره افغان است که از طرف آریانا سعید تایید نشد، ولی این شایعات کاملا دروغ و بی اساس می باشد. ستاره هاشمی در کانادا بزرگ شده است و تحصیلات دوره لیسه و دانشگاه را در کانادا به اتمام رسانید. ستاره هاشمی اکنون در ازبکستان برای اجرای آهنگهایش سفرهای متعددی داشته است و آهنگهای دوگانه با مهراج وفا سرود. آهنگهای دوگانه ستاره هاشمی با مهراج وفا در صفحات مجازی استقبال گرم شد و گویا ستاره هاشمی با مهراج وفا ازدواج کرد، اما تمام این شایعات دروغ بوده است. مهراج وفا ازدواج کرده است و در ایران با همسرش زندگی می کند. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تمام هنرمندان خوب کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران ستاره هاشمی و مهراج وفا به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر این کانال را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.